دخترها را وقتی که اینقدر زیب و زینت میدهین، آن گوشوارهای در گوش، آن گردنبندها، آن چله ها، آن تلفن‌های در دست، مردها قرار میستند. اونا به خاطر این زیب و زینت هم میکنن که مردها را به خودشان جلب سازند. آقا مکتب جای عشق بازی است، مکتب جای خوانش است، مکتب جای آداب گرفتن است، نه جای نمایش دادن است. پدرای عزیز، برادرای مهربان، و خدا مسئولیت از گناهگار میشویم. پیشگاه خدا را به خاطر لباسهای اونا شما هم جوابگر هستید. چیزی پوشانین که توجه مردها را به سوی خودشان جلب نسازد. که بعداً گفتی همون قصه دیروزه‌ای که از خود همون معارف حکایه شد، دختر صنف 9 از بچه صنف 11 حامله دار شدند. بعداً از مکتب حامله دار نگیریش و بعد در بین همسایه ها این حالت اون سنگ ملامت در سر خودت زن. از حضرت عثمان ملائکه ها حیا میکردند. در آخر حضرت دعا کردند در حق علی، رحم الله علیاً، خدا علی را رحمت و مغفرت کند. اللهم ادر الحق معه حیث کان. خداوندا دعا کرد حق را همراه علی نگه دار در هر کجایی که باشد، هر جایی که باشد حق را همراه علی نگه دار. این بسیار وصف بلندی هست، بسیار وصف خیلی بلنده در حق حضرت علی رضی الله تعالی عنه هست. دیگر بزرگی علی این بود که وی داماد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود. و دوست داشته ترین دختر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که حضرت فاطمه بودند. در دست حضرت علی بود. حضرت فاطمه دختر خردترین رسول اکرم بودند. خردترین. صاحبای تاریخ میگویند 1 سال بعد پیغمبری خدا حضرت فاطمه به دنیا آمد. یعنی سین مبارک به 41 ساله رسیده بود که فاطمه به دنیا آمد. ابن جوزی رحمت الله علیه خدا رحمتشان کند، اونا میگویند نه، میگویند حبیب خدا 35 ساله بود که فاطمه به دنیا آمد. پس بسیارترین مورخا به این است که فاطمه در سن 41 سالگی پیغمبر خدا به دنیا آمدند. سین مبارک فاطمه دختر دوستدار رسول اکرم به 15 سال و چند ماه رسیده بود که حبیب خدا را پیشنهاد علی کرد. علی در همون خانه تربیت یافته بود. اگرچند بعض از راویای تاریخ میگویند ابوبکر هم خواستگاری آمده بود، عمر هم خواستگاری آمده بود برای فاطمه، لیکن حبیب خدا گفته بود است که هر چیزی که از نزد خداوند اجازت شود همون می شود. در آخر حضرت علی 21 ساله و چند ماهه بودند که رسول اکرم پیشنهاد کرد که علی گفت فاطمه را در نکاح تو می درآرم، راضی هستی؟ حضرت علی رضی الله عنه چگونه راضگی خدا نمی دهد؟ گفتن حبیب خدا راضی هستم، لیکن از مهر چیزی ندارم که پرداخت کنم، هیچ چیز ندارم که در عوض نکاح فاطمه برای شما تسلیم کنم. حبیب خدا گفتند
همان زیره ای که در جنگ بدر به دست آورده بودی همون را رفته بفروش، در پول او یک مقدار عطر خر، همون عوض نکاح فاطمه ده می شود. حبیب خدا گفتم بهترین زن همون زنی هست که مهر او کم باشد، مهرش کم باشد. البته امروز اگر زنهای ما و شما هم، خواهرای ما و شما هم مهرهای کم داشته باشند و عقلهای خوب داشته باشند، آداب خوب داشته باشند، رفتار خوب داشته باشند، احترام و عزت نسبت شوهر داشته باشند، این البته در مدح اول میستند. قلینگ زیاد دهیم و بیاریم که یک ماه و 2 ماه بعد اگر ساز نگیریم، اگر معامله های خوب از جانب این دخترها و شوهرها نشوند، چی فایده است؟ گفت می شود در عوض همون زیره من فاطمه را برای تو نکاح کرده می دهم. فاطمه بسیار دختر محبوب رسول اکرم بود. حتی رسول الله گفتند این فاطمه بضعة منی و اینی اکره ان یسوءها. فاطمه پاره از بدن من است، بد میبینم این که کسی که فاطمه را ناراحت کند، بد میبینم. گفتن همین فاطمه را در نکاح حضرت علی رضی الله تعالی عنه داخل کرد. از من سال گذشتن که نبیره های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یکی پس دیگری تولد میشد. مادر حضرت فاطمه دختر رسول اکرم 6 فرزند داشتن میگوید، 6 فرزند. اولین فرزند کلانی او امام حسن بود. دیگر فرزندی که بعد او به دنیا آمدن این حسین بود. دیگر فرزندی که از او به دنیا آمدن اون محسن بود که در خردی میگوید از دنیا گذشت. دیگر فرزندی که از فاطمه به دنیا آمد این رقیه بود. رقیه نام دخترشون رقیه گذاشتن، دخترهای پیغمبر خدا هم رقیه نام داشتن. اینم در خردی میگوید گذشت. دیگر دختری که از فاطمه به دنیا آمد این ام گلثوم بود که وی در نکاح حضرت عمر در آورد. شما میدانین از تاریخ حضرت عمر خوانده گذاشتیم که حضرت عمر داماد حضرت علی بود. همون ام گلثوم زن حضرت عمر بود. دیگر دختری که از فاطمه به دنیا آمد اون زینب بود که وی در نکاح عبدالله فرزند جعفر داد. 6 فرزند از دختری دوست داشته ترین دختری رسول اکرم فاطمه به دنیا آمد. حبیب خدا آنقدر فاطمه را دوست می داشت که در حدیث ها می گذرد که بار حبیب خدا از جهاد برگشتند، خیلی خسته بودند. حبیب خدا وقتی از سفر که می آمدند اولین کاری که می کردند 2 رکعت نماز خواندن در مسجد بود. اگر شما همین عادت کنین این سنت از سنت های پیغمبر است. از کجایی که آمدین 2 رکعت نماز در مسجد خوانین و بعد خانه هاتون روین. این قاعده از سفر گشتن بود. 2 رکعت نماز میگوید خواندن و اولین کاری که میکردن از هر سفری که میگشتن اولین زیارت پیش از آن که زنهاش زیارت کند از خانه فاطمه شروع میکرد. خانه فاطمه میرفت. این حالت هم از جهاد وقتی که برگشت آمد خاندان فاطمه را تق تق کرد. بسیار فاطمه آدمی فقیر بودند، آدمی نادار بودند و تق تقی پدرش البته حس میکرد، میفهمید و باز پرسید کی از پسی دروازه؟ گفت پدر تو محمد است. فاطمه سراسیمه شد. گفت پدر، گفت چیکار کنم؟ فقط یک شاچه ای دارم که بدن ما پوشیده میتونم، دیگر چیزی ندارم که بالای سر ما پوشانم.
حبیب خدا گفتن هر چی باشد در کشا. گفتن وقتی در کشادن میگوید فاطمه پدر در حال خستگی دید، حالت دید که خیلی غبار آلوده هست، لباس ها همه کندگی. فاطمه گریان شد، از پیشانی حبیب خدا از رخساره های او بوسه میکرد و میگفت پدر این حالت در تو میبینم خیلی ناراحت میشوم. پدرشان میگوید گفت فاطمه گو گریه نکن، گفت زیرا خداوند پدر تو را چنان مبعوث گردانیده است که این دینی که برای پدر تو روان کرده است در کجایی که شب رفته رسد به آنجا اسلام میرسد. به کجایی که شب رفته رسد به آنجا اسلام رفته میرسد. هر خانه که چه از خاک چه از پشم چه از موی ساخته باشد این دعوت پدر تو وارد اون خانه می شود. یا اون خانه عزت می یابد یا اون خانه ذلت می یابد. این حبیب خدا را سخنش در برابر دلسوزی فاطمه بود. مقصد این دلسوزی هایی که تو داری ای فاطمه، چیکار کنم که این وظیفه هست که پروردگار برای من سپاریدگی است، مرا وظیفه‌دار کرده است که این سخن مرا، این کلام الهی را به گوش تمام بندگان من برسان. از این خاطر است که وارثای او را ببین، عالمهای او را ببین، عالمها را ببین، وارثان پیغمبر امروز همه کوشششان هم همین است که به گوش مردم تا آنچه قوت دارند، تا آنچه میدانند به گوش مردم رسانند. خلاص علی یکی از محبوبان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود. یک چند حدیث های خیلی طولانی مانده است، حدیث های خیلی که متن اونا دراز هستند، از صحیح بخاری، از صحیح مسلم، که این وقت دیگر گنجایش شرح اونها را نمیدهد. من انشاءالله جمعه آینده شاید که یک چند حدیث های طولانی که در فضیلت حضرت علی آمده است از صحیح بخاری و دیگر کتاب های معتبر به گوش شما رسانم. فقط اینقدر تا جمعه دیگر ما و شما حیات هستیم نیستیم، اینو شما فراموش نکنید که شما در عقیده خود، در ذهن خود دوست داشتن 4 یار جایگیر کنید. ابوبکر اول، دوم عمر، سوم عثمان، چهارم حضرت علی. هر 4 اینا دوست دارید. نسبت هیچ کدام این بدبینی نداشته باشید، زیرا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم لا يحب علیا منافق لا یبغضوه مؤمن. رسول اکرم گفتن این وصف ببینین چقدر درجات و بزرگی حضرت علی را ببینین. لا يحب علیا منافق، کسی منافق باشد علی را بد میبیند. کسی بد دید علی را نشانه این است که وی منافق است و هیچ وقت علی را بد نمی بیند کسی که ایمان به خدا دارد، کسی مؤمن است، کسی دعوای مؤمنی دارد. معناش این بود است که علی را باید دوست دارد. این است آن چیزی که باید ما در ذهن خود، در عقیده خود ما و شما باید جایگیر فرماییم. انشاءالله من جمعه گذشته در اطراف همون حدیث هایی که خیلی متن های دراز آمده است و گوش شما می رسانم. خدا خواسته باشد یک جمعه یا 2 جمعه باز اگر حیات باقی باشد انشاءالله برنامه هامون دیگرگون کردن میگیریم. از جنازه بابای پیری خدا رحمت و مغفرتش کنه، ندونم جزء از این قوم ما و شما بود. از جنازه برادر رمضان، خواجه رمضان هم دیروز گذشتن که مبلغ هم آوردن برای کمک مسجد. در حق مرحوم بابای ملخ عبدالرازق بودند. از محل دعا کنید خدا رحمت و مغفرتشون کند.
در حق برادر محمد علی از زپرفکا بیمار است دعا کنید. خدا این برادر محمد علی را هم شفای کامل نصیب کند. در حق خانواده بهادر دعا کنید. خداوند همه آرزوها و امیدهای نیکشان حاصل گرداند. از دوشنبه از مغازه کوثر از شما دعا خواستند. خداوند کارشان را برای کشایش نصیب کند. یک برادر امیرشاه سفر دارند. دعا خواسته است خدا سفرش به خیر و با برار گرداند. طاهر از محله کوهدامن در حق بیماری که در خارجه جراحی چشم میکند دعا کنید. خداوند صحت و سلامت به خاندانشان رساند. در حق برادرانی که از بازار که کاغذ آوردن و کمک کردن باز مبلغ دادن، برادر حاجی عزت الله و دیگر برادرایی که خداوند عمرهاشون دراز و کارهاشون کشایش نصیب کند، همون کاغذهایی که زیر همین قالین ها ما و شما بالاشان نشسته ایم به کمک ایشان از خداوند در همه کاروبار دنیاییشان برار و کشایش خدا نصیب کند. خب در حق آن برادرایی که صندوق خیریه در خیر احسان کردند، خداوند خیر احسان هاشون قبول و خداوند همه آرزوها و امیدهایی که دارن با فضل و کرمش حاصل گرداند. و برادر ما نورعلی هم از دوشنبه که در مغازه او کتاب فروشی میکند، عائلش بیمار است، از قوم ما و شما دعا طلب کردن. خداوند این خواهر هم شفای کامل و شفای عاجل نصیب کند.